یکی از بیماری هایی که ما این روزها خیلی باهاش در تماس هستیم و زیاد میبینیم و بیماران زیاد مراجعه میکنن برای درمان، بیماری است به نام اندومتریوز. اندومتریوز در حقیقت بافت نابجای رحمی در جاهای غیر از رحم در داخل شکم هست. میتونه در داخل حفره شکم، روی روده ها، روی حالب یا هر جای دیگه‌ای باشه و با هر سیکل قاعدگی این بافت هم دچار خونریزی به صورت نابجا در درون خودش میشه و بیماران معمولاً با دردهای لگنی، درد در هنگام قاعدگی، نازایی، خونریزی‌های شدید و خب چیزهای دیگه میتونن مراجعه بکنن. این عمل خیلی پیچیده‌ای میتونه باشه، از اونجا که هم باید رحم، تخمدان، روده ها، حالب همه چی رو بررسی کرد، شاید دوخت و دوز انجام داد. معمولا هم عملی است که یک تیم کامل از متخصص زنان، جراح کلون و البته جراح اورولوژیست بر سر عمل حاضر میشن تا بتونن به صورت تیمی این کار رو انجام بدن.